سلام، حالتون چطوره؟ بیاین یک بار برای همیشه تعهد اینا رو با هم دیگه یاد بگیریم. اولیش دی اسپان. اسپان قطار داخل شهریه. بیاین ببینیم سبا چه توضیحاتی برامون داره. سلام روزی، دقیقا همینه. قطارها رو ریل‌های داخل شهر حرکت میکنه و با کلمه اس نشون داده میشه. دومی دی شتراسنبان. اینها قطارهای کوچک شهری هستند که سرعت کمتری نسبت به بقیه دارن و از طریق خطوط برقی هوایی تغذیه میشن. و دربوس که مسیرهای شهری و روستا رو پوشش میده و جاهایی که قطار نمیتونه بره. چهارمی دی اوبان. بریم با هم تصویرش رو ببینیم. قطار داخل شهری زیرزمینی که در کشور خودمون به اسم مترو میشناسیم. اوبان فاصله ایستگاهاش کوتاه‌تره و توقف بیشتری بین ایستگاه داره نسبت به اسپان. و آخری ایسئه مخفف اینترسیتی اکسپرس که قطارهای تندرو بین شهری و داخل کشور آلمان هستن که بلیط‌های خاصی دارن. موقع خرید بلیط باید دقت بکنید که حتما بلیط‌های این قطارها رو تهیه بکنید و تیکت‌هاشون هم گرون‌تره.